رادیوی تاجیکستان تقدیم می‌دارد. من چی گویم وصف آن عالی جناب، نیست پیغمبر ولی دارد کتاب. مثنوی معنوی مولوی، هست قرآن در زبان پهلوی. مثنوی معنوی. مثنوی معنوی. محفل ادبی با افتخار 800 سالگی مولانا محمد جلال الدین بلخی. صدر محفل حاجی اسماعیل پیر محمد زاده. در گفتار پیشینه سخن از کرامات اولیا و احوالات ایشان نقطه های نظر بود و خوانش نهم به تحقیق دوام گفتار پیشینه است. هدایت خداوندی بر انسانها مثل باد بهاری ضرور است تا نمو کنند. روز باران است میرو تا به شب، نه از این باران از آن باران رب. مردان خدا رحمت الهی را به چشم می‌بینند. پیغمبر علیه السلام به سؤال صدیقه که امروز باران بود اما جامه های شما تر نشد، جوابش داد، گفت بهر آن نمود ای پاک جیب، چشم پاکت را خدا باران غیب. نیست آن باران از این ابر شما، هست ابر دیگر و دیگر سما. و حکیم سنایی را شعار میکند، اقتباس میآورد، آسمان هاست در ولایت جان، کارفرمای آسمان جهان. و انفاس پیران طریقت را انفاس جانبخش می حسابد. این دم ابدال باشد زان بهار، در دل و جان روید از وی سبززار. نشست را با مردم نکو انجام بده، از مردم بد بگریز، آنها بادی تیرمه هند. و در بقیه قصه پیر چنگی که او همه چیز را می پرتاید، رو به سوی خدا می آرد، برای او دیگر غیر خدا هیچ چیز وجود ندارد، غیر آواز عزیزان در صدور که بود از عکس دمشان نفخ سور. و رسیدن به منزل مقصود مکانهای اهل طریقت از حالت جذبه به حالت مستغرق و به حق رسیدنها حکایت می کند. و هر آن مردمی که مرجعش خداوند است در حقیقت کفیل ایشان خدا است. و پادشاهان وقت پیش درویشان عشق سر فرود می آرند. اشاره مأمور شدن حضرت عمر رضی الله عنه به خدمت مرد چنگی خیلی مثال خوب از جانب مولانا به همگان می باشد. بانگ آمد مر عمر را کی عمر، بنده ما راز حاجت باز خر. سامعین گرامی، اکنون می پردازیم به خوانش دوام مثنوی معنوی. در خوانش اشتراک می کنند شرافت عبدالنظر، خیرالله ابراهیم و حاجی اسماعیل پیر محمد زاده. در بیان این حدیث که ان لربکم فی ایام دهرکم نفحات الا فتعرضوا لها، گفت پیغمبر که نفحت‌های حق اندرین ایام می آرد سبق. گوش و هوش دارید این اوقات را، در رباید این چنین نفحات را. نفحه آمد مر شما را دید و رفت، هر کی را می خواست جان بخشید و رفت. نفحه دیگر رسید آگاه باش، تا از این هم وا نمانی خواجتاش. جان آتش یاب زو آتشکش،
جان مرده یافت در خود جنبش، جان ناری یافت از وی انتفاع. مرده پوشید از بقای او قبا. تازگی و جنبش طوبی است این، همچو جنبش های حیوان نیست این. گر درفتد در زمین و آسمان، زهره هاشان آب گردد در زمان. خود ز بیم این دمی بی منتها، باز خوان فعبین ان یحملنها. ورنه خود اشفقن منها چون بودی، گرنه از بیمش دلی کوه خون شدی. دوش دیگر لون این می داد دست، لقمه چند در آمد ره ببست. بهر لقمه گشت لقمان گرو، وقت لقمان است ای لقمه برو. از هوای لقمه این خارخار، از کف لقمان همی جوید خار. در کف او خار و سایش نیز نیست، لیکتان از حیرس این تمیز نیست. خاردان آن را که خرما دیده ای، زان که بس نانکور و بس نادیده ای. جان لقمان که گلستان خداست، پای جانش خسته خار چراست. اشتر آمد این وجود خارخار، مصطفی زادی بر این اشتر سوار. اشترا تنگ گل بر پشت توست، که از نسیمش در تو صد گلزار روست. میل تو سوی مغیلان است و ریگ، تا چی گل چینی ز خاری مردریگ. هی بگشت از این طلب از کو به کو، چند گویی که این گلستان کو و کو. پیش از آن که این خار پا بیرون کنی، چشم تاریک است جولان چون کنی. آدمی کو می نگنجد در جهان، در سری خار همی گردد نهان. مصطفی آمد که سازد همدمی، کلمینی یا حمیرا کلمی. ای حمیرا آتش اندر نه تو نعل، تازه نعل تو شود این کوه لعل. این حمیرا لفظ تانیث است و جان، نام تانیثش نهند این تازیان. لیک از تانیث جان را باک نیست، روح را با مرد و زن اشراک نیست. از مؤنث و از مذکر برتر است، این نه آن جان است کز خوشگوتر است. این نه آن جان است کفزاید زنان، یا گه باشد چنین گاه چنان. خوش کنند است و خوش و عین خوشی، بی خوشی نبود خوشی ای مرتشی. چون تو شیرین از شکر باشی بود، کن شکر گاه زی تو غایب شود. چون شکر گردی زی تأثیر وفا، پس شکر کی از شکر باشد جدا. عاشق از خود چون غذا یابد رحیق، عقل آنجا گم شود گم ای رفیق. عقل جزوی عشق را منکر بود، گرچه بین ماید که صاحب سیر بود. زیرک و داناست اما نیست، تا فرشته لا نشد آهرمنیست. او به قول و فعل یار ما بود، چون به حکم حال آیی لا بود. لا بود چون اون نشد از هست نیست، چون که طوعا لا نشد کرهن بسیست. جان کمال است و ندای او کمال، مصطفی گویان اریحنا یا بلال. ای بلال افراز بانگی سلسلت، زان دمی کاندر دمیدم در دلت. زان دمی کادم از آن مدهوش گشت، هوش اهل آسمان بیهوش گشت. مصطفی بخیش شد زان خوب صوت،
شد نمازش از شبی تعریس فوت. سر از آن خواب مبارک بر نداشت، تا نماز صبح دم آمد بچاشت. در شبی تعریس پیش آن عروس، یافت جان پاک ایشان دست بوس. عشق و جان هر دو نهادند و ستیر، گر عروسش خوانده ام عیب مگیر. از ملولی یار خاموش کردمی، گر همو مهلت بدادی یک دمی. لیک میگوید بگو هین عیب نیست، چون تقاضای قضای غیب نیست. عیب باشد کو نبیند جز که عیب، عیب کی بیند روان پاک غیب. عیب شد نسبت به مخلوق جهول، نه به نسبت با خداوندی قبول. کفر هم نسبت به خالق حکمت است، چون به ما نسبت کنی کفر آفت است. ور یک عیب بود با صد حیات، بر مثال چوب باشد در نبات. در ترازو هر دو را یکسان کشند، زانکه آن هر دو چو جسم و جان خوشند. پس بزرگان این نگفتند از گزاف، جسم پاکان عین جان افتاد صاف. گفتشان و نفسشان و نقششان، جمله جان مطلق آمد بینشان. جان دشمندارشان جسم است صرف، چون زیاد از نرد او اسم است صرف. آن به خاک اندر شد و کل خاک شد، و نمک اندر شد و کل پاک شد. آن نمک کذبه محمد املح است، زان حدیث با نمک او افصح است. این نمک باقی است از میراث او، با تو اند آن وارثان او بجو. پیش تو شسته تو را خود پیش کو، پیش هستد جان پیشندیش کو. گر تو خود را پیش و پس داری گمان، بسته جسمی و محرومی ز جان. زیر و بالا پیش و پس وصفی تن است، بی جهتها ذات جانی روشن است. برکشا از نور پاک شه نظر، تا نپنداری تو چون کوته نظر. کی همینی در غم و شادی و بس، ای آدم کو مر آدم را پیش و پس. روز باران است میرو تا به شب، نه از این باران از آن باران رب. قصه سؤال کردن عایشه رضی الله عنها از مصطفی صلی الله علیه و سلم که امروز باران بارید. چون تو سوی گورستان رفتی، جامه های تو چون تر نیست؟ مصطفی روزی به گورستان برفت، با جنازه مرد از یاران برفت. خاک را در گور او آگنده کرد، زیر خاک آن دانه اش را زنده کرد. این درختانند همچون خاکیان، دست ها بر کرده اند از خاکدان. سوی خلقان صد اشارت می کنند، وان که گوش استش عبارت می کنند. با زبان سبز و با دست دراز، از ضمیر خاک می گویند راز. همچو بطان سر فرو برده به آب، گشته تا وستان و بوده چون خراب. در زمستانشان اگر محبوس کرد، آن غرابان را خدا طاووس کرد. در زمستانشان اگرچه داد مرگ، زنده شان کرد از بهار و داد برگ. منکران گویند خود هست این قدیم، این چرا بندیم بر رب کریم؟
کوری ایشان درون دوستان، حق بیرویانید باغ و بوستان. هر گل کاندر درون بویا بود، آن گل از اسرار کل گویا بود. بوی ایشان رغم انف منکران، گرد عالم می رود پرده دران. منکران همچون جعل زان بوی گل، یا چون نازک مغز در بانگ دهل. خویشتن مشغول می سازند و غرق، چشم می دزدند از این لمعان برق. چشم می دزدند و آنجا چشم نی، چشم آن باشد که بیند مأمنی. چون ز گورستان پیامبر باز گشت، سوی صدیقه شد و همراز گشت. چشم صدیقه چو بر رویش فتاد، پیش آمد دست بر وی می نهاد. بر عمامه روی او و موی او، بر گریبان و بر و بازوی او. گفت پیغمبر چی می جویی شتاب؟ گفت باران آمد امروز از سحاب. جامه هایت می بی جویم در طلب، تر نمی یابم ز باران ای عجب. گفت چی بر سر فگندی از ازار؟ گفت کردم آن ردای تو خمار. گفت بهر آن نمود ای پاک جیب، چشم پاکت را خدا باران غیب. نیست آن باران از این ابر شما، هست ابر دیگر و دیگر سما. تفسیر بیت حکیم رضی الله عنه. آسمان هاست در ولایت جان، کارفرمای آسمانی جهان. در رهی روح پست و بالا هاست، کوه های بلند و دریا هاست. غیب را ابر و آب دیگر است، آسمان و آفتاب دیگر است. نایدان الا که در خاصان پدید، باقیان فی لبس من خلق جدید. هست باران از پی پروردگی، هست باران از پی پژمردگی. نفع بارانی بهاران بوالعجب، باغ را بارانی پاییزی چو تب. آن بهار ناز پروردش کند، این خزان ناخوش و زردش کند. همچنین سرما و باد و آفتاب، بر تفاوت دام و سررشته بیاب. همچنین در غیب انواع است این، در زیان و سود و در ربح و غبین. این دمی ابدال باشد زان بهار، در دل و جان روید از وی سبززار. فعل بارانی بهاری با درخت، آید از انفاسشان در نیک بخت. گر درختی خشک باشد در مکان، ای بیان از باد جان افزا مدان. باد کاری خویش کرد و بروزید، آنکه جانی داشت بر جانش گزید. در معنی این حدیث که اغتنموا برد الربیع الى آخره، گفت پیغمبر ز سرمای بهار، تن مپوشانید یاران زینهار. زان که با جان شما آن میکند، کان بهاران با درختان میکند. لیک بگریزید از سرد خزان، کان کند کو کرد با باغ و رزان. راویان این را به ظاهر برده اند، هم بر آن صورت قناعت کرده اند. بیخبر بودند از جان آن گروه،
کوه را دیده ندیده کان به کوه. از خزان نزد خدا نفس و هواست، عقل و جان عین بهار است و بقاست. مر تو را عقل است جزوی در نهان، کامل العقل بجو اندر جهان. جزوی تو از کل او کلی شود، اهل کل بر نفس چون غول شود. پس به تعویل این بود کنفاس پاک، چون بهار است و حیاتی برگ و تاک. از حدیث اولیا نرم و درشت، تن مپوشان زانکه دینت راست پوشت. گرم گوید سرد گوید خوش بگیر، تازه گرم و سرد بیچی و سعیر. گرم و سردش نوبهار زندگی است، مایه صدق و یقین و بندگی است. زانکزو بستان جانها زنده است، زین جواهر بحر دل آگنده است. بر دل عاقل هزاران غم بود، گر ز باغ دل خلال کم شود. پرسیدن صدیقه رضی الله عنها از مصطفی صلی الله علیه و سلم که سر باران امروزینه چی بود؟ گفت صدیقه که ای زبده وجود، حکمت باران امروزین چی بود؟ این ز باران‌های رحمت بود یا بحر تهدید است و عدل کبریا؟ این از آن لطف بهاریات بود یا ز پاییزی پرآفات بود؟ گفت این از بحر تسکین غم است، که از مصیبت بر نژاد آدم است. گر بر آن آتش بماندی آدمی، بس خرابی در فتادی و کمی. این جهان ویران شدی اندر زمان، حرص ها بیرون شدی از مردمان. استون این عالم ای جان غفلت است، هوشیاری این جهان را آفت است. هوشیاری زان جهان است و چو آن غالب باید پست گردد این جهان. هوشیاری آفتاب و حرص یخ، هوشیاری آب و این عالم وسخ. زان جهان اندر ترشح می رسد، تا نغرد در جهان حرص و حسد. گر ترشح بیشتر گردد ز غیب، نه هنر ماند در این عالم نه عیب. این ندارد حد سوی آغاز رو، سوی قصه مرد مطرب باز رو. بقیه قصه پیر چنگی و بیان مخلص آن. مطرب کز وی جهان شد پرطرب، رسته ز آوازش خیالاتی عجب. از نوایش مرغ دل پران شدی، و صدایش هوش جان حیران شدی. چون برآمد روزگار و پیر شد، باز جانش از عجز پشه گیر شد. پشت او خم گشت همچون پشت خم، ابروان بر چشم همچون پالدون. گشت آوازی لطیفی جانفزاش، زیشت و نزدی کس نیرزیدی بلاش. آن نوای رشک زهره آمده، همچو آوازی خری پیر شده. خود کدامین خوش که او ناخوش نشد، یا کدامین سقف کان مفرش نشد. غیر آوازی عزیزان در صدور، کی بود از عکس دمشان نفخ صور. اندرون کاندرونها مست از اوست، نیستی کین هست هامان هست از اوست. کهربای فکر و هر آواز او، لذت الهام و
وحی و راز او. چون که مطرب پیرتر گشت و ضعیف، شد ز بی کسبی رهینی یک رغیف. گفت عمر و مهلتم دادی بسه، لطف ها کردی خدایا با خسه. معصیت ورزیدم 70 سال، باز نگرفتی ز من روز نوال. نیست کس امروز مهمانی توام، چنگ بهری تو زنم کانی توام. چنگ را برداشت شد الله جو، سوی گورستان یثرب آه گو. گفت خواهم از حق ابریشم بها، کو به نیکویی پذیرد قلب ها. چون که زد بسیار و گریان سر نهاد، چنگ بالین کرد و بر گور فتاد. خواب بردش مرغ جانش از حبس رست، چنگ و چنگی را رها کرد و بجست. گشت آزاد از تن و رنجی جهان، در جهانی ساده و صحرای جان. جانی او آنجا سرایان ماجرا، کاندر اینجا گر بیماندندی مرا. خوش بودی جانم در این باغ و بهار، مستی این صحرا و غیب لالزار. بی پر و بی پا سفر می کردم، بی لب و دندان شکر می خوردم. ذکر و فکر فارغ از رنج دماغ، کردم با ساکنان چرخ لاغ. چشم بسته عالم می دیدم، ورد و ریحان به کف می چیدم. مرغ آبی غرق دریای عسل، عین ایوبی شراب و مغتسل. کی بود و ایوب از پا تا به فرق، پاک شد از رنج ها چون نور شرق. مثنوی در حجم گر بودی چو چرخ، در نگنجیدی در او زین نیم برخ. کان زمین و آسمانی بس فراخ، کرد از تنگی دلم را شاخ شاخ. وین جهان کاندرین خوابم نمود، از گشایش پر و بالم را گشود. این جهان و راهش ار پیدا بودی، کم کسی یک لحظه آنجا بودی. امر می آمد که نه طامع مشو، چون ز پایت خار بیرون شد برو. ململ می زد آنجا جان او، در فضای رحمت و احسان او. در خواب گفتن هاتف مر عمر را رضی الله عنه که چندین زر از بیت المال به آن مرد ده که در گورستان خفته است. آن زمان حق بر عمر خواب گماشت، تا که خویش از خواب نتوانست داشت. در عجب افتاد کین معهود نیست، این ز غیب افتاد به مقصود نیست. سر نهاد و خواب بردش خواب دید، کامدش از حق ندا جانش شنید. آن ندای کسل هر بانگ و نواست، خود ندا آن است وین باقی صداست. ترک و کرد و پارسی گو و عرب، فهم کرده آن ندا به گوش و لب. خود چه جای ترک و تاجیک است و زنگ، فهم کرده است آن ندا را چوب و سنگ. هر دمی از وی همی آید الست،
جوهر و اعراض می گردند هست. گر نمی آید بلا زیشان، ولی آمدنشان از عدم باشد. بلی زانچه گفتم من ز فهم سنگ و چوب، در بیانش قصه هشدار خوب. نالیدن ستون حنانه چون برای پیغمبر صلی الله علیه و سلم منبر ساختند که جماعت انبوه شد، گفتند ما روی مبارک تو را به هنگام وعظ نمی بینیم و شنیدن رسول و صحابه آن ناله را و سؤال و جواب مصطفی صلی الله علیه و سلم با ستون صریح. استون حنانه از حجر رسول ناله میزد همچو ارباب عقول. گو پیغمبر چی خواهی ای ستون؟ گو جانم از فراقت گشت خون. مسندت من بودم از من تاختی، بر سری منبر تو مسند ساختی. گفت خواهی که تو را نخل کنند، شرقی و غربی زی تو میوه چینند. یا در آن عالم حقت سر بکند، تا تر و تازه بمانی تا ابد. گفت آن خواهم که دائم شد بقاش، بشنوی غافل کم از چوب مباش. آن ستون را دفن کرد اندر زمین، تا چو مردم حشر گردد یوم دین. تا بدانی هر کی را یزدان بخواند، از همه کار جهان بیکار ماند. هر کی را باشد ز یزدان کار و بار، یافت بار آنجا و بیرون شد ز کار. آنکه او را نبود از اسرار داد، کی کند تصدیق اون ناله جماد. گویدار نزد دل بحر وفاق، تا نگویندش که هست اهل نفاق. گر نیندی واقفان امر کن، در جهان رد گشته بودی این سخن. 100 هزاران زهل تقلید و نشان، افغانتشان نیم وهم در گمان. که بزن تقلید و استدلالشان، قایم است و جمله پر و بالشان. شبهه انگیزدان شیطان دون، در فتند این جمله کوران سرنگون. پای استدلالیان چوبین بود، پای چوبین سخت بی تمکین بود. غیر آن قطب زمان دیدور، که ثباتش کوه گردد خیره سر. پای نابینا عصا باشد عصا، تا نیفتد سرنگون او بر حصا. آن سوار کو سپاه را شد ظفر، اهل دین را کیست سلطان بصر. با عصا کوران اگر ره دیده اند، در پناه خلق روشن دیده اند. گر نبینایان بودندی و شهان، جمله کوران مرده اندی در جهان. نزد کوران کیشت آید نه درود، نه امارت، نه تجارت ها و سود. گر نکردی رحمت و افضالتان، در شکستی چوب استدلالتان. این عصا چی بود قیاسات و دلیل، آن عصا که دادشان بینا جلیل. چون عصا شد آلت جنگ و نفیر، آن عصا را خورد بشکن ای زریر. او عصاتان داد تا پیش آمدید، آن عصا از خشم هم بر وی زدید. حلقه کوران و چی کار اندرید، دیدبان را در میانه آورید. دامن او گیر کو دادد عصا، در نگر کادم چه ها دید از عصا. معجزه موسی و احمد را نگر، چون عصا شد مار و استون با خبر. از عصا مار و از استون حنین، 5 نوبت میزنند از بحر دین. گر نه نامعقول بودی این مزه،
کی بودی حاجت به چندین معجزه؟ هرچی معقول است عقلش میخورد، به بیان معجزه به جر و مد. این طریقی بکر نامعقول بین، در دل هر مقبل مقبول بین. همچنان که از بیم آدم دیو و دد، در جزایر در رمیدند از حسد. هم ز بیم معجزات انبیا، سر کشیده منکران زیر گیا. تا به ناموس مسلمانی زیند، در تسلس تا ندانی کی کیند. همچو قلابان بران نقد تباه، نقره می مالند و نام پادشاه. ظاهر الفاظشان توحید و شرع، باطن آن همچو در نان تخم سر. فلسفی را زهره نه تا دم زند، دم زند دین حقش برهم زند. دست و پای او جماد و جان او، هرچی گوید آن دو در فرمان او. با زبان گرچه به تهمت می نهند، دست و پاهاشان گواهی می دهند. اظهار معجزه پیغمبر صلی الله علیه و سلم و سخن آمدن سنگریزه در دست ابو جهل علیه لعنه و گواهی دادن سنگریزه بر حقیقت محمد صلی الله علیه و سلم و رسالت او. سنگ ها اندر کف بوجهل بود. گفت ای احمد بگو این چیست زود. گر رسولی چیست در مشتم نهان، چون خبر داری ز راز آسمان. گفت چون خواهی بگویم آن چی هاست، یا بگویند آن که ما حق راست. گفت بوجهل این دوم نادرتر است. گفت آره حق از آن قادرتر است. از میان مشت او هر پاره سنگ، در شهادت گفتن آمد بدیرند. لا اله گفت و الا الله گفت، گوهری احمد رسول الله سوخت. چون شنید از سنگ ها بوجهل این، زد ز خشم آن سنگ ها را بر زمین. بقیه قصه مطرب و پیغام رسانیدن امیرالمؤمنین عمر رضی الله عنه به او آنچه هاتف آواز داد: بازگرد و حال مطرب گوش دار، زانکه عاجز گشت مطرب ز انتظار. بانگ آمد مر عمر را کی عمر، بنده ما را ز حاجت بازخر. بنده داریم خاص و محترم، سوی گورستان تو رنجه کن قدم. ای عمر برجه ز بیت المال عام، 700 دینار در کف نه تمام. پیش او بر که تو ما را اختیار، این قدر بستان کنون معذور دار. این قدر از بهر ابریشم بها خرج کن، چون خرج شد اینجا بیا. پس عمر زان هیبت آواز جست، تا میان را بهر این خدمت ببست. سوی گورستان عمر بنهاد رو، در بغل همیان دوان در جستجو. گرد گورستان دوانه شد بسی، غیر آن پیر او ندید آنجا کسی. گفت این نبود. دیگر باره دوید، مانده گشت و غیر آن پیر او ندید. گفت حق فرمود ما را بنده است، صافی و شایسته و فرخنده است.
پیر چنگی کی بود خاص خدا؟ حبذا ای سیر پنهان حبذا. بار دیگر گرد گورستان بگشت، همچو آن شیر شکاری گردی دشت. چون یقین گشتش که غیر پیر نیست، گفت در ظلمت دلی روشن بس است. آمد و با 100 ادب آنجا نشست، بر عمر عطسه فتاد و پیر جست. مر عمر را دید ماند اندر شگفت، از می رفتن کرد و لرزیدن گرفت. گفت در باطن خدایا از تو داد. محتسب بر پیرک چنگی فتاد، چون نظر اندر رخ آن پیر کرد. دید او را شرمسار و روی زرد. پس عمر گفتش مترس از من مرم، که بشارت ها ز حق آورده ام. چند یزدان مدحت خوی تو کرد، تا عمر را عاشق روی تو کرد. پیش من بنشین و مهجوری مساز، تا به گوشت گویم از اقبال راز. حق سلامت می کند می پرسدد، چونی از رنج و غمان بی حدت. نک قرازه چند ابریشم بها، خرج کن این را و باز اینجا بیا. پیر لرزان گشت چون آن را شنید، دست می خایید و بر خود می تپید. بانگ می زد که خدای بی نظیر، بس که از شرم آب شد بیچاره پیر. چون بس بگریست و از حد رفت درد، چند گرازد بر زمین و خورد کرد. گفت ای بوده حجابم از اله، ای مرا تو راه زن از شاه راه. ای بخورده خون من 70 سال، ای ز تو رویم سیه پیش کمال. ای خدای با عطای با وفا، رحم کن بر عمری رفته در جفا. داد حق عمری که هر روز از آن، کس نداند قیمت آن در جهان. خرج کردم عمر خود را دم بدم، در دمی دم جمله را در زیر و بم. آه کز یاد ره و پرده عراق، رفت از یادم دمی تلخ فراق. وای کز تری زیر افکند خورد، خشک شد کشتی دل من دل بمرد. وای کز آواز این 24 کاروان بگذشت و بیگشت شد نهار. ای خدا فریاد زین فریاد خواه، داد خواهم نه ز کس زین داد خواه. داد خود از کس نیابم جز مگر، زان که او از من به من نزدیک تر. که من از وی رسد دم دم مرا، پس ورا بینم چو این شد کم مرا. همچو آن کو با تو باشد زرشمر، سوی او داری نه سوی خود نظر. شما محفل ادبی را با افتخار 800 سالگی مولانا محمد جلال الدین بلخی شنیدید. تهیه‌گر خیرالله ابراهیم، یاور تهیه‌گر ایرج میرزا علی، منظم آواز برنای نظام، محرر عبدالقادر عبدالقهار. خانه آباد باشید.